اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. از تو درباره یتیمان میپرسند. بگو اصلاح امورشان بهتر است اگر امور زندگیشان را با امور زندگی خود خلط کنید. پس آنها هم برادران شمایند و خداوند مفسد را از مصلح میشناسد و اگر خداوند بخواهد شما را به زحمت میاندازد. حقا که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. و زنان مشرک را تا وقتی که ایمان آورند نکاح نکنید که نیز صاحب ایمان واقعا از زن آزاد مشرک بهتر است اگرچه شما را به شگفت آورد. به مردان مشرک تا وقتی که ایمان آورند دختران خیش را به نکاح ندهید. غلام مسلمان واقعا از مشرک آزاد بهتر است اگرچه شما را به شگفت آورد. این مشرکان شما را به سوی آتش فرا می‌خوانند و خداوند شما را به اراده خود به سوی بهشت و آمرزش فرا می‌خواند و برای مردم آیات خیش را بیان می‌کند تا باشد که ایشان پند بگیرند. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. از تو در مورد عادت ماهوار زنان میپرسند. بگو این حالت پلیدی و اذیت است. بنابراین از زنان در وقت عادت ماهوارشان خود را دور بدارید و تا خوب پاک شوند به ایشان نزدیک نشوید و چون پاک شدند می توانید در جایی که خداوند به شما دستور داده است به ایشان پیش شوید. به تحقیق که خداوند توبه‌کاران را دوست می دارد و نیز پاکان را دوست می دارد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. زنان شما برای شما همچون کشتزارند. با کشتزار خود به هر کیفیتی که می خواهید بیایید، یعنی به هر کیفیتی که می خواهید با زن خیش عمل جنسی انجام دهید و برای خیش از پیش توشه بفرستید. از خدا بترسید و بدانید که شما واقعا در روز رستاخیز او را دیدنی هستید و مؤمنان را بشارت بدهید. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
نام خدا را در سوگندهای خیش بهانه برای اجتناب از نیکوکاری، پرهیزگاری یا اصلاح میان مردم مگردانید و خداوند شنوا و داناست. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم. خداوند شما را به سوگندهای غیر قصدی شما نمیگیرد، بلکه شما را به اساس نیت دلهای شما میگیرد و خداوند آمرزگار و صاحب حلم است. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم. برای کسانی که از نزدیک شدن با زنان خود سوگند میخورند انتظار 4 ماه دستور داده شده است. اگر ایشان رجعت کردند سپس حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. و این عزموا الطلاق فإن الله سمیع علیم. و اگر قصد طلاق کردند سپس خداوند واقعا شنوا و داناست. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. زنان طلاق شده در مورد خود گذشتاندن 3 دوره قرعه را انتظار بکشند. اگر ایشان به خداوند و روز قیامت ایمان دارند به آنها حلال نیست که آنچه را خداوند در رحمهایشان آفریده پنهان کنند و در این دوره شوهرانشان به رجوع به ایشان حقدارترند اگر بخواهند صلح کنند. زنان به اساس شریعت همان حقوقی را بر شوهران خیش دارند که شوهرانشان بر ایشان دارند و مردان بر زنان درجه یعنی امتیازی دارند و خداوند صاحب قدرت منیع و صاحب حکمت است. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق رجعی 2 بار است. سپس یا نگه داشتن است به وجه پسندیده یا رها کردن است به نیکویی و برای شما مجاز نیست که چیزی را که به زنان خیش داده اید بازگیرید مگر این که زن و شوهر بترسند که احکام خداوند را مراعات کرده نتوانند. اگر شما ترسیدید که زن و شوهر احکام خدا را برپا نمی کنند پس بر زن و شوهر گناهی نیست که زن در برابر گرفتن طلاق خود عوض بدهد. این است احکام خداوند، لذا از آنها تجاوز نکنید. اگر کسی از احکام خدا تجاوز کند پس این گروه ایشانند ستمگار. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما
يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پس اگر شوهر زن خیش را برای بار سوم طلاق داد، در این حال بعد از این زنش برای او حلال نمی شود تا آن زن شوهری دیگر بگیرد. سپس چون شوهر دوم وی او را طلاق داد، در آن صورت بر هیچ یک از طرفین گناهی نیست اگر به نکاح رجوع کنند، به شرطی که احساس کنند که می توانند احکام خدا را برپا دارند و این است احکام خدا که آن را برای مردم آگاه بیان می کند. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هنگامی که زنان را طلاق دادید و ایشان عده ایشان را به سر رساندند، آنها را یا موافق به دستور به وجه پسندیده نگه دارید یا موافق به دستور به وجه پسندیده رها کنید، اما ایشان را به این هدف نگه ندارید که به ایشان زیان برسانید و بر ایشان تجاوز کنید. اگر کسی چنین کند پس حقا که به خود ستم کرده است. احکام خدا را به تمسخر نگیرید و نعمت‌های را که خداوند به شما ارزانی کرده و نیز آنچه را خداوند بر شما از کتاب و حکمت نازل کرده که با وسیله آن شما را پند بدهد به خاطر بگیرید و از خدا بترسید و بدانید که خداوند به هر چیز آگاه است. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنگامی که زنان را طلاق دادید و ایشان عدت خیش را گذشتاندند، در صورتی که میان خود بر اساس شرایط منصفانه راضی باشند، مانع ازدواجشان با شوهران سابقه ایشان نشوید. این پند به کسانی داده می شود که به خداوند و روز آخرت ایمان دارند. این کار برای شما سودمندتر و پاکتر است و خدا میداند و شما نمیدانید. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. مادران فرزندان خود را 2 سال کامل شیر دهند.
این مدت برای کسی است که بخواهد دوران شیر دادن را تکمیل کنند. بر کسی که فرزند برای او زاده شده یعنی پدر لازم است مصرف طعام و لباس زنان شیردهنده را بر اساس شرایط منصفانه بپردازد. بر هیچ کس باری بالاتر از توان او گذاشته نمی شود، نه بر مادر به سبب فرزندش و نه هم به پدر به سبب فرزندش ضرر رسانیده شود. و بر وارث نیز مانند این است، یعنی رعایت این مراتب لازم است. پس اگر زن و شوهر به اساس رضامندی و مشوره جانبین بخواهند که طفل را از شیر جدا کنند، پس گناهی بر ایشان نیست. اگر خواستید که برای شیر دادن به فرزند خود دایه بگیرید، بر شما گناهی نیست، به شرطی که چیزی را که به مادر می دادید بر اساس شرایط منصفانه بپردازید. از خدا بترسید و بدانید که خداوند به آنچه می کنید بیناست. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. کسانی که از شما میمیرند و از خود همسرانی را میگذارند، باید این همسران 4 ماه و 10 روز انتظار بکشند. پس چون عده خود را تکمیل کردند، اگر ایشان درباره خیش به طریق عادلانه و معقول تصمیمی بگیرند، بر شما گناهی نیست و خداوند به آنچه میکنید آگاه است. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. اگر شما به گونه کنایی از زنانی که عده خود را میگذرانند خواستگاری کنید یا این قصه را به دل خود پنهان نمایید، بر شما گناهی نیست. با خدا معلوم است که شما آرزوی ازدواج آنها را در خود می پرورانید، ولیکن با ایشان مخفیانه وعده عقد را منمایید، مگر آن که به ایشان چیزی بگویید که با موازین شرع موافق باشد و تا دوره مقرره عدت تکمیل نشود قصد بستن نکاحشان را نکنید و بدانید که خداوند آنچه را در دلهای شماست میداند. از این رو از او بترسید و بدانید که خداوند آمرزگار و صاحب حلم است. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. اگر شما زنان را پیش از آن که با ایشان آمیزش جنسی برقرار کنید یا برایشان مهر تعیین کنید طلاق دادید، با شما گناهی نیست، اما به ایشان متاع مناسب بدهید. توانگر مطابق به توان خود و نادار هم مطابق به توان خود، متاع موافق به قانون شریعت، و این حقی است بر نیکوکاران. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. و اگر ایشان را پیش از آمیزش جنسی و بعد از تعیین مهر طلاق کردید، پس در این حال دادن نصف مهر به ایشان لازم است، مگر آنکه زنان یا کسی که در امر عقد نکاح صاحب صلاحیت است گذشت نماید. و اگر گذشت کنید یعنی مهر را کامل بدهید، به پرهیزگاری نزدیکتر است. و سخاوت و نیکویی را در میان خیش فراموش ننمایید، حقا که خداوند به آنچه میکنید بیناست. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. برای ادای نمازها مخصوصا نماز میانه شدیداً مراقبت ورزید و با خضوع و خشوع به حضور پروردگار خیش بپا خیزید. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اگر از دشمنی ترسیدید پیاده یا سواره طوری که مساعد باشد نماز بخوانید، اما وقتی که ایمن شدید پس خداوند را به طریق ذکر کنید، یعنی نماز را به شیوهی بخوانید که به شما آموخته است، شیوهی که آن را پیش از این نمیدانستید. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزیز حکیم. و کسانی از شما که میمیرند و بیوه‌های از خود میگذارند، سفارش است که 1 سال برای این زنها وسایل زندگیشان پرداخته شود و از خانه بیرون نشوند. اما اگر ایشان از منزل خارج شدند، پس آنچه ایشان در حق خیش از کارهای پسندیده انجام میدهند بر شما گناهی نیست و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین. برای زنان طلاق شده وسایل زندگی ایشان به سویه معقول و منصفانه داده شود، این مکلفیتی است به پرهیزگاران. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. به این ترتیب خداوند برای شما احکام خود را بیان می کند تا باشد که شما بفهمید. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آیا به سوی کسانی ندیدی که از بیم مرگ از خانه‌های خود بیرون شدند و ایشان هزاران تن بودند؟ پس خداوند به ایشان گفت بمیرید و مردند. سپس خداوند ایشان را دوباره زنده گردانید. حقا که خداوند به مردم صاحب بخشایش است، ولی بیشتر مردم ناسپاسند. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. و در راه خدا بجنگید و بدانید که خداوند واقعا شنوا و داناست. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
کیست آن که به خداوند قرض دهد، قرض حسنه، تا خداوند آن را برای او چندین برابر زیاد کند و خداوند روزی بندگان خود را گاه تنگ و زمان فراخ می سازد و به سوی او بازگردانیده می شوید. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علیم بالظالمین. آیا به سوی بزرگان قوم بنی اسرائیل که بعد از موسی زندگی می کردن ندیدی؟ انگامی که به پیامبر خیش گفتند برای ما پادشاهی برگزین تا زیر فرمان او در راه خدا بجنگیم. گفت شاید اگر به شما دستور جنگ داده شود از جنگ خودداری کنید. گفتند ما را چی شده است که از جنگ در راه خدا خودداری کنیم، در حالی که از دیار خیش و از کنار فرزندان خیش بیرون رانده شدیم. اما هنگامی که بر آنها جهاد فرض گردید جز عده کمی از ایشان دیگران روی گردانیدند و خداوند به حال ستمگاران داناست. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علیم. و پیامبرشان به ایشان گفت حقا که خداوند برای شما طالوت را به حیث پادشاه برگزیده است. گفتند چگونه او پادشاه شده میتواند در حالی که ما از وی به پادشاهی سزاوارتریم و برای او مال فراوانی داده نشده است. پیامبرشان گفت بیگمان خداوند او را بر شما برگزیده است و او را دانش و قدرت جسمانی فراوانی داده است. خداوند پادشاهی خیش را به هر کس بخواهد میدهد و خداوند گشایشگری داناست. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. و پیامبرشان برایشان گفت نشان پادشاهی او این است که به شما صندوقی می آید که در آن آرامش خاطری است از جانب پروردگار شما و یادگارهای باقی مانده از خانواده موسی و خانواده هارون که آن را فرشتگان حمل می کنند. حقا که در این امر برای شما نشانه است اگر مؤمن هستید. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه
فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین. سپس چون طالوت با این لشکریان برآمد گفت بیگمان خداوند شما را به نهر آزمایش می کند، پس کسی که از آن بنوشد از من نیست و کسی که از آن نچشد بیگمان از آن من است، مگر اینکه کسی یک کف آب به دست خود از آن برای نوشیدن بگیرد. پس جز عده همه ایشان از آن نوشیدند. چون طالوت و مؤمنان همراه او از نهر گذشتند گفتند امروز ما توان مقابله با جالوت و لشکریان او را نداریم. اما آنانی که عقیده داشتند به خداوند ملاقی می شوند گفتند چی بسا که دسته کوچکی به اراده خداوند بر دسته بزرگ غلبه یافته است و خداوند با صابران است. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.